بچه‌ها سلام. میدونم انتظار داشتید که علی رهبر قراره که این ولاگ رو بسازه، ولاگی که مربوط به بازی خارج از خونه داماش توی آستارا میشه. منتها متاسفانه علی به دلیل فوت پدر بزرگش که همینجا بهش تسلیت میگیم نتونست علیرغم اینکه برنامه‌ریزی شده بود توی این بازی با ما باشه و خودش از ما خواست که این ولاگ رو به جاش برای شما ضبط کنیم. آنیا سلام، چیکار میکنیم؟ دارم عکس میگیرم از درخت‌های پاییزی زیبا. کجا هستیم؟ ما تو مسیر آستارا الان جنگل هستیم. کجا داریم میریم؟ اینوری میریم. اینوری به کجا میره؟ داریم میریم آستارا. موندیم که استراحتی بکنیم و به مسیرمون به سمت آستارا ادامه بدیم. البته این قسمت یه سورپرایزی هم داره و ایشون به افتخارش مهرداد ثابت رو داریم، بنیانگذار وارش اسپورت. مهرداد چطوری؟ اخفال کردی داریم مهرداد بالاخره اخفال شد، قرار شد که این بازی رو بیاد در کنار ما باشه، در پخش بازی به اون کمک کنه بعد از مدت‌ها در یک ایونت فوتبالی. طلبید آستارا بالا بازی داخل خونه رو نمیه، خارج از خونه رو اومدی؟ فانی هم هستش ان شاءالله این بازی رو ولی میبریم. پا قدم توئه دیگه، میبریم. علیرضا رو میبینیم در حالی که پلیس ما رو داره جریمه میکنه به خاطر سرعت. خب چی شد؟ جریمه شدیم، سرعت داشتیم میرفتیم. I'm sorry. سرعت داشتیم میرفتیم. بازی امروز داماش و شهرداری بندر آستارا چند میشه؟ 1-1. 1-1. نتیجه بازی چند میشه امروز؟ میبره فکر کنم. من با نتیجه تو موافقم و بذارش متفاوت بگم، من میگم 2-0 میشه. یعنی تیمی که تا الان اینقدر گل‌های کمی زده تو این بازی 2 تا گل میزنه دیگه. منم فکر میکنم بزنه. من کلا نورانی که هستم، این خط ببینم خط چیزا من خط میدونه کجا بیاد. میاد. چطور جریمه که شدیم؟ جریمه‌ای که شدیم دیگه فدای سر مخاطبمون. این لار. چند این هم دریای آستارا. آقا در مورد دریای آستارا میدونی چیش به نسبت بقیه شهرهای گیلان متفاوته؟ تقریبا توی همه شهرهای گیلان دریا توی شماله ولی اینجا دریا توی شرقه. خب جواد تیمتون امروز قراره چند تا گل بخوره؟ 4 تا میزنه. تو کل بازی 4 تا نزده. جواد حالا بازی چند میشه به نظر دادن؟ اون چیزی که تو گفتی و من فکر میکنم به نظر من احتمال داره مساوی بشه ولی گل. داماش که سلطان مساویه خداییش. در حد 3 خب این بازی شهرداری تو آخرین بازی که توی خود همینجا میزبان بوده فرشید باداش مهاجمش 2 تا گل زده. وقتی خیلی خوب بازی کرده. مهاجم ما الان دفاع وسطامون هم نیستن داماش. میگم احتمالاً یه بازی ولی من احساس میکنم حالا احساس میکنم 2-1 داماش بشه. ولی یه چیزی بگم اون حساسیت رو نداره. همش میگفتن دربی گیلان قبلا هم نداشته. کسی مهم نیست اون وقت. چرا قبلا یکم شور داشت؟ نمیدونم. شاید یعنی الان اونطوری هم نیست. چون من پارسال نیم فصل اول اینجا بودم.
آره ببین میان ولی تماشاگر انقدر باختیده انقدر خسته شده آره ولی ما همچنان میام دیگه آره دم شما میگم به هر حال امیدوارم که بازی خوب حداقل ببینیم. حالا ما که درگیر عکاسی فیلم برداری نمی‌بینیم و هوادارا حداقل ببینیم. ما استقرار پیدا کردیم برای پخش بازی. مهرداد هم اینجا هست، قراره تو این بازی کمک کنه بهمون. تشکر میکنیم از مجموعه توسکا که این مکان رو در اختیار ما قرار دادن. اگر حالا اینورم دقت کنید نمیدونم توی ویدیو میفته یا نه خیلی ضد نور ما از همینجا دکل‌های استادیوم وحدت آستارا هم داریم میبینیم. من کم کم باید آماده بشم برم استادیوم. بچه‌هام که اینجا هستن و در پخش به ما کمک میکنن. اینجا آنتنم آماده پخشه، اینور برنامه پخشمون. ببینیم که نتیجه چی میشه. خلاصه در حال نزدیک شدن به ورودی استادیوم وحدت هستم. استادیوم وحدت یه استادیومی قدیمی شبیه به استادیوم آزادی رشت. یه کار خیلی جالبی که مسئولان آستارا انجام دادن اینه که یه موسیقی ورزشی و یکی دو ساعت قبل از اینکه بازی شروع بشه در حال پخش از اسپیکرهای ورزشگاه هستن و این منجر میشه که توجه مردم جلب بشه و نفرات بیشتری برای تماشای بازی بیان. من رسیدم به ورزشگاه آستارا. بچهای داماش هم اینجا هستن، پشت بندی تعدادشون رو میبینید. هوادارهای تیم ها هنوز هیچ کدوم نیومدن. یک ساعت خورده مونده به شروع بازی. البته من آخرین باری که اینجا بودم قرار بود که بازی رو خودم براتون استریم کنم. اگر پشت من رو ببینید از اینجا رفت بودم این بالا بازی رو براتون پخش میکردم. از آخرین دفعه که من اینجا بودم تنها چیزی که تغییر کرده که همین سکو گیلانه که اضافه شده. این سکو نبوده اضافه شده و فرق دیگه‌ای که این استادیوم کرده اینه که این ساختمان‌های اطراف خیلی بیشتر از قبل شدن. این هم همون آهنگیه که گفتم داره پخش میشه. اطراف استادیوم همه دارن میشنون و دارن متوجه میشن که یه خبری هست که خودشونو بخوام به استادیوم برسونن. آخرین باری که ما توی این استادیوم بودیم سرمربی تیم سیامک فراهانی بود. بازی که 1-0 از روی نقطه پنالتی واگذار کردیم و بعد از اون سیامک فراهانی اخراج شد یا استعفا داده شد. حالا هر اتفاقی افتاد همکاری سیامک فراهانی از اون بازی با داماش قطع شد. من فکر میکنم که امروز هم شاید این بازی بتونه بازی مهمی برای ما باشه. اگر ما بتونیم ببریم جایگاه خودمون رو حفظ میکنیم، حتی ممکنه چند پرله بالا بیایم، از ته جدول جدا میشیم. اگر این بازی رو ببازیم رتبهمون توی جدول تغییر نمیکنه ولی اختلاف امتیازمون با تیم‌های پایینی کمتر از قبل میشه. امیدوارم که این بازی رو بتونیم ببریم. حالا متاسفانه یا خوشبختانه برای ما آستارا هم تیمیه که وضعیت جالبی نداره. من فکر میکنم که بتونیم این تیم رو ببریم. 234 تا صندلی برای هواداران داماش در نظر گرفته شده که البته تا جایی که من میدونم این تعداد هوادار قرار نیست که به استادیوم بیاد. من فکر میکنم که چیزی حدود 100 نفر احتمالاً از رشت تیم رو همراهی میکنن. رحمان قاسمی گزارشگر، تهیه کننده، کارگردان خوب ورزشی گیلان که امروز قراره که بازی شهرداری آستارا و داماش گیلان رو برام گزارش کنه. جواد، حالا قبل از اینکه بازی شروع بشه از خاطرت در بازی داماش و شهرداری فومن برامون بگو. خاطرش اینجا جاش مونده. سنگ بود، آجر بود، چی بود؟ سنگ بود. پرتاب کرده بودن. بازی داماش و شهرداری فومن بود، رفته بودی؟ آره. فقط هم تو فکر کنم سنگ خوردی. اصلیه تو بودی. یه چند نفرم بودم ولی بیشتر من اینجا کلا باز شده. بخیه و فلان اینا که پیگیری هم نکردی قانونی. نه یه فوتبال و اینجا. شهرداری آستارا و داماش گیلان در هفته 11 رقابت‌های فوتبال لیگ دست اول باشگاه کشور جام آزادگان تا ساعت دیگر در زمین ورزشی وحدت آستارا برگزار خواهد شد. لذا از عموم فوتبالدوستان مشتاقانه به رشته پرتحرک مستطیل سبز
دنیای توپه که تقاضا میکنیم از سریعتر مسیرهای خودشون رو به طرف زمین ورزشی وحدت تغییر بدن، وقت بذارن برای تماشای این بازی بزرگ. آقا بازی چند میشه؟ انشالله که میبریم. آقا چند تا میزنیم؟ چند تا؟ ببریم. اصلا گفت از اولم پرسیدم چند تا میزنیم، نگفتم میبریم. یعنی 3 آفرین. من حقیقتا اینقدر که درگیر عکاسی و فیلمبرداری اینا بودم یادم رفت که ولاگ بگیرم. بازی الان شروع شده، 30 ثانیه از شروع شده. هوادارام همین الان رسیدن. هواداران داماش رو میبینیم که خودشونو با 2 تا اتوبوس از رشت به آستارا رسوندن که تیم خودشون رو تشویق کنن. دقیقه 18-19 بازیه که داماش گل اول این بازی رو خورد. این شاید واقعا برای ما خبر بدی هم نباشه. شاید با خوردن این گل تیم به خودش بیاد و سعی کنه که هجومی بازی کنه. عکاسا و خبرنگارای داماشی هم که از رشت خودشون رو رسوندن که بتونن از نظر رسانه‌ای این بازی رو پوشش بدن. تقریبا 30 دقیقه از بازی گذشته. داماش هنوز با همون یک گلی که خورده یکیش عقبه. هواداران داماش که علیرغم اینکه داماش گل عقبه کماکان به تشویقاشون ادامه میدن. امیدوارم که اتفاقاتی که پارسال در نیم فصل اول توی آستارا افتاد با این نتیجه‌ای که تا این لحظه به دست اومده تکرار نشه. حسین کامبک میزنیم. خب 1-0 جلو هستن. اولین برد فصلشون رو فکر میکنن که دارن به دست میارن و سر همین قضیه این مدل رفتارهای دروازه‌بان هم شروع شده. یکی از بازیکناشون اخراج شد، فکر کنم داریوش بخت بود. یه نیمه باید 11-10 بازی کنیم. امیدوارم که از این موقعیت به نحو احسن بتونیم به سود خودمون استفاده کنیم. دقایق پایانی نیمه اول. شاید آخرین کورنری که توی نیمه اول برای داماش به دست اومده. ببینیم که بچه‌ها به این کورنر چیکار میکنن. گل! آخرین کورنر نیمه اول و گل برای داماش. خب همین الان گل مساوی داماش به دست اومد. ورزشگاه در قسمت آستارایی خودش در سکوت فرو رفت و صدای هواداران داماشه که توی استادیوم در حال شنیدن. نیمه اول دیگه احتمالاً الان به پایان میرسه. ما میمونیم و یه تیم 10 نفره که یک نیمه باید باش بازی کنیم. جواد تیمتون داره میوازه. جواد یه نیمه 10 نفره بازی کنید. پرسپولیس هم با ایمانزاد 10 نفر استقلال. بله یه نیمه. حالا من که توی شروع بازی پیش بینی کرده بودم بازی 2-1 میشه. الان با توجه به اینکه تیم آستارا 10 نفره است احتمالش خیلی زیاده. شاید حتی به گل‌های بیشتری هم بتونیم برسیم. امیدوارم که نریم توی لاک دفاعی. آقا نیمه اول به هر نحوی بود 1-1 شد. نیمه دوم چی میشه؟ به امید خدا برد با داماش. چه نتیجه‌ای؟ 2-1 یا 3-1 داماش. 2-1 یا 3-1 داماش. نیمه دوم داره شروع میشه. رضا زاهد تبار هم بین نیمه حسابی داشت گرم می‌کرد. احتمالاً توی نیمه دوم وارد زمین بشه. بریم برای دومین برد این فصلمون و دومین برد خارج از خونمون. یه کورنر دیگه ببینیم که گل برای داماش به دست میاد یا نه.
هنوز توپ به بیرون نرفته و در دستان دروازه‌بان آستارا. آقا نظر شما در مورد بازی چیه؟ چند؟ حالا فکر کنم 2-1 ببره. اسماً دقیقه 75 بازیه. رسما وقت زیادی تلف شده. من فکر می‌کنم که ما زمان کافی داریم که بتونیم به گل برسیم. ببینیم با این کورنر چیکار میکنن. ضد حمله‌ای که برای آستارا شد و به گل رسیدن. 2-1 به سود آستارا. کجایی تو؟ میخورید بازم میخورید. میخورید. داماش یه دونه کورنر زد، نتونست اون رو تبدیل به گل کنه. اونا در ضد حمله تونستن به گل دومشون برسن. جواد هم که میبینید داره برای ما کری میکنه. برخلاف جریان بازی این تیم آستارا 10 نفر است که 2-1 از ما جلو افتاده. حالا گل برای داماش. 2-2 مساوی. گل مساوی برای داماش به دست اومد. من شکی ندارم اگر همینجوری بخوایم بازی کنیم به گل سوم حتما میرسیم. سومی رو میزنیم. همینجوری بازی کنیم همینجوری میزنیم. سومی. و تشویق‌های بی‌نظیر تیفوسی‌های داماش در ورزشگاه وحدت آستارا. جواد کجایی؟ کم پیدایی؟ داماشی‌ها از دروازه‌بان شهرداری آستارا میخوان که بازی رو زودتر شروع کنه. حالا یه ضد حمله برای داماش. گل سوم فردین نجفی. و اینم خوشحالی هوادارا. گفته بودن این بازی پرگله. ولی رفیقمون گفتن که آقای مایر گفتن که باید این بازی 3-2 بشه. من گفتم 2-1. درسته؟ منم اول بازی گفته بودم 2-1 ولی نتیجه رو که دیدم اینطوری رقم خورد گفتم 3-2. ایلا فردین نجفی شعار هوادارهای داماش 3 شهرداری آستارا 2. بازی هنوز تموم نشده. گفته بودم به گل سوم میرسیم. در دقایق پایانی وقت اضافه یه کورنر دیگه داماش به دست اومده. ببینیم بچه‌ها چیکار میکنن باهاش. زاویه بسته رو زد و تکرار کورنر. باید ببینیم با تکرار کورنر چیکار میکنن. کورنر رو کوتاه کار کردن و پایان بازی. دومین پیروزی داماش در این فصل. داماش 3 شهرداری بندر آستارا 2. نوش جونتون، نوش جون این هوادارا. و همون جوری که ما خوشحال هستیم بازیکنای شهرداری آستارا هستن که از شکست خونگیشون ناراحتن. جواد جان نظر در مورد بازی؟ میبینم که لب و لوچت آویزونه. تبریک میگم ولی داور سر برید. فیلم بازی هست یاد به من ندیدم خوب صحنه رو نمیدونم واقعا. آخه تو 30 ثانیه بازیکن اخراج نمیکنم. نمیدونم واقعا. بعد 2 تا هم مصدوم داریم. مخصوصا بازیکن حمله‌مون مصدوم شد. دروازه‌بانم مصدوم. دستتون هم خراب بود. نه واقعا داماش هم خیلی خوب بازی کرد. نیمه دوم انصافا خوب بازی کرد. تبریک میگم بهتون ولی این حق آستارا نبود که داور این حرکت رو بزنه. خیلی حرکت آخه ببین اون قسمت از بازی تو این ثانیه حساس هیچ وقت اون کارو نمیکنن. تو عرض 30 ثانیه هیچ جا بازیکن اینطوری نمیان اخراج کنن.
در حال جمع کردن هستیم. بچه‌ها خسته نباشید. خسته نباشید. جواد خسته نباشید. خوشقدم بودم. بله بله. بازم بیا. بازم بازی‌های داخل خونم بیا. نه اون داخل خونه نه. 6 تا مساوی چند تا مساوی؟ 8 تا فکر کنم. نه این اگه مساوی میشد چندین میشد 7 مساوی پشت سرم. خب بازی هم که تموم شد داریم برمیگردیم سمت رشت، ولی حالا درسته بردیم، خیلی هم خوشحالیم از بردمون، ولی نباید فراموش کنیم مقابل تیمی بردیم که ته جدول 3 امتیاز بیشتر نداره و بیشتر بازی 10 نفره بوده، دروازه‌بانشون هم اخراج شد. آره. و به سختی بردیم. حالا نمیدونم نظر شما چیه؟ ببین این دیگه کامل گفتی دیگه، هم 10 نفره بود، همین که دروازه‌بانشون چیز شد، تعویض اجباری بود. بعد چه دقیقه گل زدیم؟ مثلا دقیقه 87. این حالا خوب بود بردیم، ولی حالا یه چیز بگم، داماش یه جوری تو این بازی هم خوب بود هم افتضاح بود. یعنی آره. قاعدتا اگه قرار بود که بخوایم روی بازی نتیجه گیریم، چه نتیجه‌ای باید رقم می‌خورد، برد بود. حتی اگه اون تیم تا اون زمانی که 11 نفره هم بود که 43 دقیقه 43 دقیقه فکر کنم بود، اونجا هم حقش برد بود. ولی خب دیگه وقتی تو برای جلوی این تیم نبود. ما حالا میگم با کمال احترام به تیم حریف. حالا شما تو استادیوم بودیم، ما اینور در چند قدمی استادیوم داشتیم این پخش زنده اینا رو انجام میدادیم. بازی رو خب اینطوری بخوای ببینی بهتر میتونی. آره خب واقعا از اون نمای بالا بهتره. آره کلا اون تیم به نظرم در آینده میتونه اگه مثلا یه خورده تلاش کنه بهتر، تا دقیقه 43 خوب دفاع میکرد. یعنی ساختار اون اخراج یه جوری اینا رو به هم ریخت. آره. اصلا آدم فکر نمی‌کنه که مثلا یه تیمی که مثلا 3 امتیاز گرفت. من فکر می‌کنم که اگه اخراج نمی‌شدن، من بهت یه چیز بگم عزیزم، ما درسته مثلا یه دونه باختیم، نمیخوام زیر سوال ببرم، ما فوتبال یه بخشش به شانس هم برمیگرده، به اقبال اینا هم برمیگرده. واقعا هم اونجوری نبوده که، یعنی خب دروازه‌بان خیلی عالی بود. آره. تا اینجا که تونستیم که این، من به جرئت میگم 70% این که مثلا تیم تونسته یه مساویایی رو بگیره یا یه نتایجی رو بگیره، حتی همین اندازه دروازه‌بان آره. موثر بود. ولی شانس هم بود. خب که این بازی با چه اینجوری میکنه اینا. دوستان یه ماشینی داره سعی میکنه بزنه به ما. برگام. همین حرفم تمام شد دیگه. برگام. واه. خب این دیگه، این حالا نظر من بود. به نظرم یعنی اینکه در کل شانس هم بود اینجا، ولی توپای اونا مثلا ببین یه دونه توپ کلا آوردن تو نیمه دوم. من فکر می‌کنم ولی اگه اخراج نمیدادن بازی میتونست مساوی هم بشه. چیه؟ که اگه اخراج نمیدادن بازی مساوی میشد به نظر من. اگه اخراج نمیدادن، نه من فکر میکنم که بهتر بازی میکرد داماش. شاید. یعنی از موقعیت اونا دیگه شاید انتحاری باز نمیدونم. داشتیم دیگه، نیست مگه دو تا آره یادم یکی دیگه چند تا دروازه‌بانشون گرفت. آره دروازه‌بان اولشون خیلی خوب کار کرد. دروازه‌بان دومشون هم خوب بود، ولی موقعیت روی اون دروازه‌بان اول بیشتر بود. حالا صحبت‌ها رو که کردیم، بریم یه رودخونه چیزی پیدا کنیم، سخن پایانی رو مثل علی رهبر ضبط کنیم. جاش خالی. جای علی رهبر و بقیه بچه‌ای که نبودن خالی دیگه. همینجا ولاگ رو هم میبندیم. امیدوارم که حالا نمیدونم بازی بعدی این روال برد که با این ولاگ شروع شد، شاید منم بیشتر با علی ادامه دادم، یه ذره خرافاتی داشتیم. ولی نه، جدا از شوخی امیدوارم که از بازی بعدی علی برگرد و ولاگاشو بساز و ما هم تماشا کنیم، لذت ببریم.